بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام عزیز برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند شما را حفظ کند انشاءالله، آخوندها را نصف کند انشاءالله. آمین. احمد جانم که خوب الحمدلله. الحمدلله. میگن مشتری آخر شب خونش گردن خودش. چرا برادر من؟ بفرمایید. آقا انسانی معذرت میخوام، حالا آخر شب شما هم خوابتون میدون، نمیدونم اونجا ساعت چنده، ولی اینجا خب خوابم مردم نباشید یا سر صدا کنیم. میگم شما این کتاب های بهارالانوار که مطالعه میکنید، بله. با این کتاب کلنگی اسمش چیه این کلینی؟ کلینی روی زحمت یکی این راجب امام زمان که نوشتن میاد همه رو میکشه و گردن میزنه، این راجبش این شیشه کشیدنش اینا توهم چیز ننوشته، توهم بزنه یه وقت شیشه زیاد کشیده باشه، این رو ببینی شد اینجا آقایش نوشته باشه اینا رو میکشی میاد گردن، این آدم عادی این کار نمی کنی که ببینی شد نگاهی بکنی راجب شیشه میشه چیز نوشته. این خود آقای مجلسی که این روایت ها رو آورده، آقای مجلسی که این روایت ها رو آورده، پدر بزرگوار ایشون که ملا تقی مجلسی، ایشون حشیش میزدن. باریکلا این حشیش کشیدن. آها نه این بس قطعا باید همین باشه، یه چیزایی هم خیلی نوشته باشه راجع به این زیاد میزنه بالا، حتما باید باشه. وقت یه چیزی این یکی هم که حالا من نمیدونم اون دوست عزیزم گفت کردستان اونجا ماحول، من الحمدلله بیاری الله که ما شهرستان ساری هستیم اینجا اصلا ماهواره جمع نمی کنن. حالا من نمیدونم اون آقا میگه ماهواره ها جمع میکنن دسترسی ندارن، شاید حالا اونجا جمع کنن نمیدونم، ولی الحمدلله که دولت فعلا مدت اصلا کاری نداره. حالا نمیدونم چیزیشون میگه. حالا برای دست درد نکنه، روی ماهتم میبوسم، بعد قربونتم برم انشالله که ما که قابل نیستیم خودت میدونی دیگه. الله خودت میدونی دیگه. فدایت بشم، قربونت برم، شبت بخیر و شادی. احمد جان بگو انشالله همیشه سلامت باشی. آقای انصاری شما رو برای من دعا کنید، من میخوام از فردا 9 تا زن دیگه هم ببرم. الله یبارک نهایتا منو میزنن میکشن دیگه. زنده باشید. الله یبارک راز بقا نشون بدید، اینقدر این تضمین نشون ندید، راز بقا نشون بدید. قربونت برم، شبت بخیر، خدا نگهدار، فدات شم. زنده باشید. سلامت باشید. الانوار النعمانی یکی از کتاب‌های معتبر اینا سید نعمت الله جزایری است. این کتاب در جلد 4 اینم شناسنامه‌اش، در اینجا در مورد حشیش مطلبی دارد. الیاف الاحلام قد اختلفت فی الحشیشت، از صفحه 52 شروع میشه. کلا در مورد کسانی از علمایی که حشیش میکشیدن، مولا علی نقی، شیخ فخرالدین تریحی، شیخ تقی، شیخ علی ابن سلیمان بحرینی، اینا در مورد این حشیش یک مطلبی جالبی هست. والباقی علی التحلیل حتی ان التقی المجلسی، ملا تقی مجلسی پدر علامه مجلسیشون صاحب کتاب بهارالانوار، کان یشربه فی صوم التطوع، حتی وقتی که روزه تطوع هم داشته حشیش میزده. و یترک استعماله فی صوم الواجب، وقتی که روزه واجب میگرفته این رو ترک میکرده. حالا به خاطر اینکه حرام است ترک نمیکرده، حذرا من کلام العوام، به خاطر حرف مردم ترکش میکرده. این در اینجا میگه که
شاید این رو استعمال میکردن در مجالسشون وقتی که جمع میشدن علمای شیعه، خلاصه میزدن این حشیش رو. این حشیش هم که میزده دیگه، این 110 جلد کتاب که نوشته پر از خزعبلات و خرافات، شاید تاثیر همین حشیش باشه. و این امام زمان هم حتما این 1437 سال 1200 خورده ای سال خیلی شاید سخت بگذره، تنهایی بدون زن و بچه، جدا از شیعیان، تک و تنها، شاید مجبور بشه که از این چیزا استفاده کنن. اما شما خبر دارید که برایشون زن و بچه هم درست کردن. البته اینجا یک کلیپی هست که ایشون اعتراف میکنه به این مطلب. برای شیعیان این هدیه‌ای باشد و برای کوری چشم وهابی‌ها. سلام مشهور کنم بعد اینجا بنویسید. و علیکم السلام و رحمت الله. نکم از این جنوالی که ما داشت شما امام زمان در زمان قیامت کبرا من متوجه نشدم. امامت در غیبت کبرا، خب امام زمان مجرد زندگی داره یا متعهد؟ متعهد یا مجرده؟ خب حالا اگه حالا متعهد باشه چه قضیه اتفاق میفته، مجرد باشه چی میشه؟ امامتشون که جابجا نمیشه. نه مطلب یک سوال من میخوام که جواب بکنم. متوجه نشدم. من رو شما متوجه شدید؟ گفتم یک سوال من میخوام مختصر چیکار متعهد بکنید تا مجرد. ببین برادر بزرگوارم، این رو بارها سوال کردن، هم ما جواب دادیم، هم حضرت آیت الله طبسی در برنامه به سوی ظهور جواب دادن. این که حضرت ولیعصر ارواحنا فدا زن بچه دارد یا ندارد نه جز اصول دینه نه جز فروع دین است. در بعضی از روایات داریم بر اینکه حضرت زن بچه دارن، اولادی دارن، ولی اولادشون ایشون رو به اون شکل نمیشناسن و نمیدانن که مثلا این پدر اونها حجت الهی هست. چه بسا زن همسران حضرت ولیعصر هم نشناسن. در بعضی از روایت هم داریم که نه، البته بنده خودم عقیده شخصیم با توجه به خلاصه برنامه هایی که از بعضی از اولیاء خدا شخصا شنیدم، بر این عقیده هستم حضرت ولیعصر ارواحنا فدا به سنت جد بزرگوارشون النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی عمل میکنن. و افرادی، یکی از اساتید بزرگوار من، حالا نمیدونم الان در قید حیات هستن، خدا حفظشون کنه، اگر از دنیا رفتن خدا درجاتشون رو بیشتر کنه، جناب آقای گل محمدی نقل میکرد از یکی از اولیای الهی که حضرت رو میدید میشنا، بعد میبینه که یکی از چند روزی این حضرت ولیعصر ارواحنا فدا میاد در داخل کوچه زمان شاه تو تهران، برای شما عرض کنم میره میاد، یه مقداری براش مسئله بوده کجا میره، خلاصه بعد متوجه میشه مثلا پلاک فرض بفرمایید 154، بس بعد به خانواده شنا میگه مقداری با اینا رفت آمد داشته باشید، دیدیم که ایشون که داره میره اونجا چه ارتباطی دارد. این رو مثلا من با یک واسطه دارم عرض میکنم، برای شیعیان این هدیه‌ای باشد و برای کوری چشم وهابی ها. بعد ایشون میگفت خانومش رفت آمد میکنن، خلاصه یه مقداری میبینه که این پدر صاحب خونه همون از اهل مسجد میاد میرد اینها. بعد خلاصه خانومش میره سوال میکنه که این آقایی که میاد اینجا میره کی هست؟ میگه این داماد ما هست. میگه اسمش چیه؟ میگه اسمش سید مهدیه. گفت چطور آدم؟ خیلی آدم خوبی، به قدری آدم خوبی. شروع میکنه تعریف تمجید کردن اینها. بعد معلوم میشه اصلا پدر مادر هم ایشون رو نمیشناسن. بعد ایشون تعجب میکنه که در یه محیط تهران با اون وضع این دختر چه مرتبه از کمالات و تقوا داشت که لیاقت همسری آقا حضرت مهدی ارواحنا فداه رو دارد. بعد یه مقداری بررسی میکنن، میگن آقا این دختر خانمیشون از همون دورانی که خوب بد رو تشخیص داده، اولا تهجد نماز شبش ترک نشده، یک نامحرم هم ایشون رو ندیده، پیش پدرش هم قرآن و درس اینا رو هم خوانده، به مدرسه زمان شاه هم نرفته.
خب اینها حجت‌های الهی هست بر این که برای ما کاملا روشن و واضح بشه، یعنی اینها بعید نیست. من عذر میخوام حالا دیگه اینجا آمد، من یکی از این دوستان نزدیکمون که در زمان شاه ایشون در دانشجو و در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، رفت 1 سال دید نه محیط خیلی فاسده، برگشته بود. ایشون بعد از 10-15 ازدواج کرده بود، 2-3 هفته بعد از ازدواج سنش هم 28 سالش بود، اومد گفت فلان آدم ازدواج میکنه چی کار میکنه؟ دم اصلا از الفبای این مسائل این بنده خدا، یعنی اینقدر این ذهن برای شما عرض کنم پاک مانده. اصلا من تعجب کردم یک نفر در زمان شاه با اون فساد و غیره. حالا یک سری مباحثی هست که خیلی برای شما عرض کنم چیز نیست، ما در خدمت خب خلاصه اینا اومدن برای امام زمان یک زنم درست کردن، امام زمان عاشق دختر تهرانی شده بود و خلاصه رفت با اون ازدواج کرد. تو همین شبکه اینا که با هم هماهنگی ندارن، دوستان ما در بخش پژوهش پیگیری کلیپ دیگری رو گرفتن، تو همین شبکه است. این امام زمان ارواح نافدا 4 تا نایب خاص داشته، دیگم بعد از اون امام نایب خاص نداشته. هر کس هم ادعای نیابت خاص بکنه غلط و نادرسته و باید رد بشه. ما 69 سال غیبت صغرا داشتیم، 4 تا نایب خاص. خود امام فرمودن به علما مراجعه کنید، از علما مطالبتون رو بگیرید، ولی ما نیابت خاص، همسری امام زمان، دستخط امام زمان، عرض میکنم شال و پرچم و چی از طرف امام، اینا رو کسی خاص، همسری امام زمان، دستخط امام زمان، عرض میکنم شال و پرچم و چی از طرف امام، اینا رو کسی بیاره گفتن در دوران غیبت رد کنید، نپذیرید. اگرم یک کسی ارتباط خاص با امام زمان داشته مثل شیخ مفید، مثل سید بحرالعلوم، اینا مسائل شخصی است، مربوط به خودشونه. هیچ وقتم دفتر و دستک و دکان باز نکردن. اینایی که دکان باز میکنن افراد رو گول میزنن. من تو همین حرم دیدم یه سال دستخط امام زمان رو آورده بودن پخش میکردن، تو بعضی مجلات هم متاسفانه منتشر شد. اینا غلط. امام زمان ارواح نافدا در روایت داریم در دوران غیبت اگر کسی ادعای ملاقات کرد تکذیب کنید. ادعا یعنی دفتر و دستک، یعنی خود رو مطرح کردن، و الا اصل ملاقات برای بسیاری از بزرگان ما اتفاق افتاده ولی نخواستن از این ملاقات سوء استفاده کنن. آیون میدونید این ادعا میگه که ادعای همسر داشتن و فلان. بعد همین همسر بیچاره امام زمان میدونید که دیگه وقتی که اوضاع خراب شد در ایران، موسوی که یک زمان نخست وزیر دوران جنگ و انقلاب بود رفت خونه نشین شد و دوستان انقلاب شدن دشمنان انقلاب، سر از کهریزک در آوردن. این همسر بیچاره امام زمانم که آقای قزوینی ایشون رو معرفی کرد، این بیچاره هم در دوران حکومت نمیدونم احمدی نژاد بود یا کسی دیگه بود، این بیچاره رو دستگیر کردن و به سزای اعمالش رسوندن چون داشت. بله دوستان نشون بدن این سفر رو که از طرف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به من خبر رسید که من نمیتونم بیام. این آقا خودشون گفتن، ایشون فرمودن که مردم متوجه حق نیستند و تو این اوضاع اگه من بیام باید بکشم و لذا نمیام تا نکشم. شخص نامبرده پس از 2 ازدواج ناموفق و در حینی که با همسر سوم خود زندگی می کرد مدعی می شود با وعده حضرت صاحب الامر قرار بر این است که در دوره پس از ظهور آن حضرت این خانم را به همسری اختیار کند. این جمله از شما
که گفتین آقا ظهور کنن همراه همسر انتخاب کنن؟ من نگفتم اینو، اهل بیت دارن میگن. چون من لیاقت نداشته باشم اون لحظه که فرا میرسه، زمانش فرا میرسه، لیاقت باشم اون شرایط داشته. همین من این قول دادم، همونطور که در گذشته به کسایی دیگه قول داده شد، مثل شهربانو، مثل ملیکا. یک 13 تا بر من خواستگار اومد. دوبار آقای امام زمان علیه السلام رو دیدم. من یه بار در مکه دیدم در حال تبا، یه بار در اهل محسیار احواز دیدم. اولا من ایشون رو با چهره میشناسم، چهره‌های مختلفی ایشون دارن، چهره پیر دارن، چهره جوان دارن. اولا چهره اینم از همسر تهرانی امام زمان بیچاره که در دوران جمهوری اسلامی دستگیرش کردن و اینم جلسه تحقیقات است، دارن بازجویی میکنن. خلاصه این وضعیت این مذهبه، یکی یه چیز میگه، یکی برای زن میتراشه، یکی تکذیب میکنه، یکی دستگیر میشه.